آدم 40 سال لحظه قهوه را فراموش نمی‌کرده است. همین طور نیست؟ درست میگویی. جناب نعمت این قهوه نوشیده‌اش را هیچ گاه فراموش نمی‌کند. اگر مکان مرکزت را با من نگویی چنان میکنم که امروز را 40 سالی دراز به یاد میاری. با این تهدیدهای بی اساس شما میخواهید مرا بترسانید. چون این نیت هم نداریم. چرا شما مرا پرسپاس میکنید؟ بیهوده وقت صرف نکنید. مرا ترسانیده نمیتوانید. گفتیم که ما این نیت را نداریم. اگر میخواستیم در آمدن برابر با تو تماما دیگر خلقت میزدیم. اینه خیال کردی آسان است؟ آن روزها گذشتن. تو چی کار میکنی؟ او فهمان آخر. عارف این اصول به من نخود نشد. نفهمیدم. شلاقی آبدارش همین طور می شود به فکرم. یقینا باید همین باشد. در حقیقت از آوازش معلوم. من آخر یک برادرم اون جوان مرگ شد، از پشت تو شهید شد. جوان دختران را پابندی موادی مخدر میکنی. سپس آنها را فروخته کیسات را پوری پول میکنی. گیر دفع کن این را. خز میبینیم ما از تو به خوبی پرسیدن خواهیم. تو به ما معلومات لازم را نگوی. و این کار نقطه بذاره. اینک این آخران شانس توست. پدر و مادر بیچاره با صد رنج و عذاب به وایه میرسانند و تو جان و جگری آنها را هم آینده این ملت را به کام مرگ میاندازی. شد میگویم شد. ان این گپی دیگر اگر نمیگفتی دیگر کلمه گرداندن هم برای تو لازم نمیشه. حاضر مفتشان را روان میکنم. تمام معلومات لازمه را یک یک میدهی. فهمیدم همش رو میگویم. شد. چیکاری کرده بود؟ قریب او را میکشتی. تیردان خالی بود. فریبش کردم. از ترس راضی شد.